میدونستی آدما وقتی خسته میشن حتی قشنگ سلام عزیزان، ایشالله که همتون خوب باشین. آدما رو میخوام از خسته خستگی نکنید. روزگار خستگی بگم، فقط از از کار خستگی زیاد یا راه عمر طولانی بگم. نیست. بعضی وقتی وقتا آدما از خسته میشن بی‌توجهی، از بی‌محبتی و همه بی‌انصافی میبرن، میاد. از همه دست میکشن، آدم وقتی از ولی درون کن خسته بشه قوی تر دیگه میشن، دلش نمیکشه بزرگتر برای میشن. جنگیدن، برای موندن، برای ادامه قلبشون دادن. دیگه تصمیم گیرنده اون وقت دیگه نیست، مهم مغزشون نیست تصمیم گیرنده کنار است. دریاست بیاین یا و در وسط کنار هم کویر، دیگه باشیم همه و چی براش بی‌وفایی یه رو جوری هم میشه. نکنیم و کم حرف میشن، زندگی رو بی‌حس بهتر از میشن، اینا آروم بگذرونیم، آروم از با زندگیتون هم خوب محو میشن. باشیم. اگه کسی خیانت برات و ارزش داره دروغ و نزار برسه از به توی جایی که زندگیمون دیگه کنار چیزی بذاریم. نخواد. و چون آدم وقتی ممنون و نخواد سپاس دیگه از شما نمیمونه. دوستانی که حتی اگه همه دنیا رو بذاری صدای کنارش. خشدار منو گوش کردید.